حاجی ناموسن اگر با کسی دادگاه پاسگاه داری، دعوایی تصادف سر زمینه و واقعا قاضی داره ناحق حق میده رو ندونسته، ولی تو میدونی رضایت بده، شاید امروز به اون پول برسی بگی آره من خرج عمل مادرمه باید این پول دستم بیاد، اما مادرت شفا پیدا میکنه با اون پول، ولی بعداً بچه تو بیمارستان دنیا میاد خدایی نکرده دکتر میگه آقا بند ناف پیشید دوره یه انگشتش یه انگشت نداره، نه راه پس داری نه پیش. دنیا داره مکافاته، قبل اینکه پروردگار خودکار بگیره خوب و بد و برات بنویسه کارهای خوب انجام بده. یه دونه باطلاق به یه رود گفت که چی شد که اینقدر زلالی؟ گفت گذشتم. اونم دفعه گفتم بگذر، خدا وقتی ببینه که تو انقدر منصفی یه اتفاقایی برات رخ میده که فقط برای آدمای منصف رخ میده.